الان نوبادور رایم گوش میکنه. الو سلام علیکم. سلام علیکم. اکم ببخشید اینجا کمیسیون تربیه؟ کمیسیون تربیه. چه خدمت؟ رفیق کمادیر ما از یک اویلا میخوام که به خدمت تربیه با خوش خودم رویم. نفهمیدم. شادمان جبار فرهاد و فرهاد میخوام که با خوش خودم به خدمت تربیه رویم. شما 3 نفر میخواید تو خدمت کنید تو؟ با خوش خودم مجبوری نه با خوش خودم میخوام که برای وطن خدمت کنیم اکم. شما 3 نفر برادر میخوایتون با خواهش خودتون آمده خدمت کنیتون می مجبوری نی با خواهش خودتون نه یک قندتون زنید یک جان تشکر شما با انا فرزندای بنانگ بناموس باید انانی خیر شود. رحمت باور کنید همین کار شما برای من سورپرایز شد. 3 سال آخر من همین خبر چون یکی نبودم که او 3 نفر برادر آمده با خواهش خودش خدمت مادر وطن کنه. اجازه دید پیش از من از نام خودم از نام تمام هیئت شخصی کمیسر تربیت جمهوری تاجیکستان به شما و پیش از همه به پدر و مادرتون برای چنین فرزندان بنانگ و بناموس را به وای رسانیده که آنها با خواهش خودشان آماده هستند به خدمت مادر وطن صادقانه سربلندانه با سر بلند خدمت مادر وطن بود کنند مینداری خودم را بیان میکنیم. تشکر به اون پدر و مادری که شما چی خیر تعلیم و تربیت داده به این روزها رسانده است. رحمت مانند پدر و مادر شما بسیار میشدن همین که فرزندان تربیت میکنن تعلیم میکردن این عالم گلستان میشد. حاجت به اون سرسرکان و ابله و من خیلی و یا گپ نبود. من حاضرم خیلی فند و فریب میشد نمی بیان خدمت سرکشی میکنن نیمش همین میدوند که یک ماه پس 18 به میدون میگریزد روسیه میرد و خارجه به میرد و با پاسپورتشون کلان میکنن و این یک شرمندگی ده. انا کو چی بعد مجبور میشین که مثلا من افسر نمیرسد من سردار نمیرسد بعد مجبور میشیم ترافریت 8 زنیم 10 زنیم و بعد سخاوت کی میرد کاروان کی میرد گفته همونجا سلطای گرفته بعد مجبور بیاریم. انا بعد پدر و مادرشون گریه ناله کرده میبیان من بود است که میخیلن اویله با تعلیم اویله با تربیت بودن که میخیل با نیمش بچه‌هاشون در صندوق بجا میکنن نیمه دیگه‌اش در قالب پیچونده راست میکنن من ما میدونیم خونه خالی گفته نه که حالا که در بین خالی بچه‌ها بودن نموجه باید ما حال سراغتون رو میگیریم ماشین روان کرده با واسطه تلویزیون رادیو گازیت ژورنال مجله مقاله همین گازیتای علدین همش برآورده رکلام میکنیم. گازیتا و مجله ها رسممون میبرن خورد و خوراک چه خیلی رفت کمانگیر عالی جناب خورد و خوراک همه چی هست شرط شرایط سر لباس همه چی هست. سراغتون گازیت چیزی من نویسم ماشین رو میکنم حاضر من بوجه گپ میزنم رادیو تلویزیون گازیت ژورنالیستای داخلی خارجی همه خبر کرده یک افتخارنامه زیاد شما باید توفای پولی مالی پدر و مادر شما که قدر کرده میشن چیزی گردنی از کجا سراغتون؟ هفتم کجاست؟ هفتم میگم رفیق کمالی هفتم چی هفتم؟ هفتم کیلومتر؟ نه هفتم ترماکه کجا؟